تلگرام کانال رسمی بازخانه ولایت سرخندری ازبکستان روز 12 سپتامبر سال 2023 خبر داد که کارمندان بازخانه سری آسیا در مرز این ولایت با شهر ترسنزاده تاجیکستان در داخل ماشین بارکش تمغه والوو که خالی و به یگان بار از تاجیکستان وارد شده بود تقریبا 70 کیلو مواد مخدر یافتند. گذرگاه سری آسیا در روبروی گذرگاه پختاواد تاجیکستان جایگیر شده است. این مقدار بزرگ مواد مخدر را صبح بر وقت پنجشنبه 7 سپتامبر سال 2023 از داخل ماشینی که ساعت 05:08 دقیقه مرز تاجیکستان با ازبکستان را عبور کرده وارد منطقه تفتیش گمرکی باجخانه سری آسیا شده بود پیدا کردند. شاهروز ارالوف سخنگوی باجخانه ولایت سرخندری گفت مواد مشکوک را در کابینه راننده با کمک دستگاه رنگین یافتند. در نتیجه گفتگو به مقدار با جلب نیروی انسانی از کابینه راننده از زیر ابشیف که در عموم 66 بسته با مواد مشکوک، 30 بسته با مواد رنگش سفید و 36 بسته با مواد رنگش تیره دریافت و مصادره کردند. تشخیص بعدی نشان داد که آن مواد سفید در 30 بسته جابجا کرده شده هیروئین و مواد تیره در 36 بسته حشیش بودند. در رابطه با این حادثه پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین و افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. یک قسم اعظم این مواد مخدر از جانب قاچاقبران با استفاده از قلمرو ازبکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان انتقال داده می شود.